سلام اساسگزار صلح وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و شما با احترامانه خواهش می نمایم که به داد ما جویدگان برسید. هیچ کس دستی مرا نگیری. فرزند 18 ساله من رجب عزیزبک در دهه یمان ناحیه عینی کشته. با گذشت یک سال یگان چاره ها جدی نسبت ما جویدگان نه اندیشیدند. تا حال امنیت خیش تباران ما در خطر هستند. محترم جناب عالی، با وجود شهید کشتن فرزندم، باز امک بچه اش که او به مثل فرزندم است میخواهند که تهمت بهتانی زندانی کنند. محترم پیشوای ملت، تنها تکیهگاه ما شما هستید. این جنایتکاران عائله ثروتمند دهه یامان و ناحیه عینی هستند. مفتش ناحیه غفور و عبداللطیف بر ضد ما جویدگان دلیل جنایتی کشادند. تکیهگاه ما شما هستید. محترم جناب عالی، امنیت ما جویدگان شما محافظت میکنید. امنیت ما در خطر است. السلام علیکم. پیشوای ملت، 8 ماه بازا مایان خانخور داشتیم. یک مادر و یک فرزند. مادرش در من است. اول خدا، آخر خدا. تکیهگاه ما، پیشت پناه ما شما دادر جون. اول خدا، آخر خدا شما. امام علی رحمان جون به داد این خیل بچه مرده، جگر سوخته، جگر تشک رسید. بچه بیگناهی بچه مرا قاتلای یاهون در روز جمعه در عید قربانی کردن. هیچ کس به داد ما نمیرسد دادر جون. اکو پیشت پناه و دل پر ما شما که شما به داد همین جگر سوخته رسید. بالای بچه 18 سالی بچه مکشتن. با بچه امه که به مثل فرزندش بدگی را که باید داشته خوبی کرد در حبس کراسین. این چی به دادی دادر جون؟ شما به یاد مویون رسید. اول خدا، آخر خدا، پیشت پناه ما شما دادر جون. یکو هیچ جا رفتن دیگر نتایستیم. به یادا ما هیچی نمیرسد. 8 بار دوشنبه رفت، 10 بار عینی رفت. هیچ آدم عرض بچه 18 سالی بچه منه نمیپرسد. خدا اول، خدا آخر خدا. اکن تکیهگاه ما شما پیشت پناه ما دادر جون. اکن به یاد مویون رسه.